توجه بررسی مشکلات مهاجران و راه‌های حل آن. سلام بینندگان گرامی، برنامه مهاجرتی به خطر است. خوشتمان از گفته شما 4 سال که مهاجرت بود شوهرت تو فرزنددار نشدی. قصه های غم‌انگیز از حیات مهاجران. ولی متاسفانه بعد از چند روز فرزند من گذشتن از دنیا. و مسئولیت و مشورت مسئولین و کارشناسان. مشورت اینجا مشورت دیگر چیزو بخشش مشورت دیگر چیز مصلحت دیگر بخشش من گپم تموم کنم. صحبت‌های مستقیم، امکانی گفتن عرض و شکایت و پاسخ‌های سری وقتی. وقتی که پدر و مادر داد میزنن جنگ میکنن کودک 4 ساله 5 ساله میبرد و بلند وقتی که کودک با همراه خود میبرد بسیار مشکل وقتی دچار میشود. شکایت و پاسخ‌های سری وقتی. سلام بینندگان گرامی، برنامه مهاجرتی به خطر است و با شما هستم سید احسان جلالیان. یادرس میکنیم که این برنامه در دایره لایحه مهاجرتی به خطر و سودای آدمان صورت میگیرد و موضوعی که امروز ما میخواهیم مورد بحث و بررسی قرار بدهیم این کودکان و مهاجرت است. یادرس میکنیم که مهمانهای برنامه ما هستند فردوس سیف‌الدین کارمند مسئول خدمات مهاجرتی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین سهراب تاشف دیرکتور گنرالی جمعیت دارای مسئولیتش محدود شریف عصرینو و اینچنین نرگس تایمستova روانشناس. خوش آمدن به استودیو. رگلامنت برنامه ما همین است که در اول ما یک قصه داریم وابسته به موضوعی که ذکرش کردیم چون موضوع خیلی مهم است. کودکان در مهاجرت خیلی مشکلات دارند، مشکل تحصیل، حقوقهایشان و بعضی از مسئله های روانی که در این سمت دیده می شود باعث نگرانی والدان می شود، باعث نگرانی جامعه می شود و این خاطر ما میخوایم همین موضوع را مورد بحث قرار بدهیم و در اول رگلامنت برنامه ما هست یک قصه را خواهیم شنید که قهرمان از حادثه که به سرش اومده است اینا برای شما قصه میکند و بعدا محاکمه میکنیم و بهای حقوقی به این مسئله میدیم و باید به سمعتون برسونیم که قهرمان برنامه ما چهرهش نمایان نیست و اینچنین صدا و نامش تغییر داده میشود. متوجه میشویم. سلام علیکم، من لایلا هستم از ناحیه ورزاب و در ناحیه رودکی شوهر کردم. بعد شوهرم مرا با خودش به روسیه برد. واقعا هم وقتی که ما رفتیم اونجا نرخ نو خیلی قیمت بود نسبت تاجیکستان. اگر ما در تاجیکستان از زمین پیاز و کارتشکا و دیگر چیزا رو میگرفتیم لیکن در روسیه ما همه چیز میخریدیم و بر زمین این با اجاره پولی میدادیم. باز شوهرم پول دیگر مثلا خدمت رسانی های کمونالی را وای میکردن پرداخت میکردن، از این حساب پول معاششون خیلی کم بود نمیرسید و من فکر کردم که باید ما شوهرم یاردم کنم. بعد ما مصلحت کردیم گفتیم که بیا منم کار میبرم، مثلا پول اگر من برای اجاره شود پول تو به کمونالی اسلوگا میرسد تمام کمتر زندگی من بهتر میشد. خیلی خلاصه شوهرم راضی شد، گفت که مایلش به کار میبره لیکن عزیزه را کی نگاه میکند در اینجا مشکل است و در باغچه که مکتب گذاشتن و من نگفتم باید ما را یگان جا مانیم مثلا باغچه ده من کار میکنم که تو ده مشکلی بد نشود. و خلاصه که ما رفتیم برای حجت کردم، برای حجت دخترچمونم گذاشتن و باغچه. بعد رفتیم وقتی که اونجا رفتیم یک بسیار نامگوی حجت رو پیشنهاد کردن که مثلا این حجت میبرین و این حجت میبرین. با برزم این ما را به قید گرفتن که اگر که که نوبتتون اومد ما خودمون زنگ میزنیم به شما. خیلی ما راضی شدیم. قریب 1 سال بوده 11 ماه بود همین قدر تقریبا همین قدر از بین گذشت که زنگ زدن گفتن نوبتتون اومده است بیایید و همون حجتتون قطعی بیایید اینجا. و وقتی که ما رفتیم اونجا همه حجت رو تفتیش کردن دیدن همه خیلی نقص گفتن اوکی کردن
بعد وقتی که هم صحبت شدن سبیسیدوانی گذاروندن بعد دخترچه من زبان روسی رو نمیدونست و کردن رد کردن گفتن ما نمیتونم این را قبول کرده وقتی که این زبانی ما را نمیدونه زبانی معلم نمیفهمه ایچ خیل در اینجا درس میگیره یا که ایچ خیل قطعی همسالاش صحبت میکنه خلاصه که رد کردن و ما نتوانستیم که مکتب گذاریم و اکنون یک چیز است که مثلا در شرایط دیهات در شرایط قشلاق نیست همون معاشرت با زبان روسی آموزش زبان روسی برخورد سالان کودکان و محض همین چیز سبب شد که فرزند ما نتوانست که در روسیه به همین مکتب جلب شود مثلا برای ندانستن باید که شما اول باغچه دامانین زبان روسی را یاد گیرد ما وقتی زبان به باغچه بردیم در اونجا خیلی وای بود براش مشکل بود چون که دخترچه من چیزی را نمیدونست که معلمه یا برای درباره چی گپ میزند همسالاش قطعی بازی کردن نمیدونست چون که زبان اونا را نمیدونست بعد همه خیلی خیلی بعد گریه میکرد که چه بیا میریم تاجیکستان یا که مرا روان کنیم پیش بیبیم پیش بابام روان کنیم تاجیکستان بعد آمدیم بعد شوهرم گفت که خیر روین برای که اینجا استودن ما دیگر من کار کردن نمیتونستم و برای شوهرم خیلی مشکل بود ما آمدیم تاجیکستان من الکی حامله دار بودم و بعد از چند ماه من تولد کردم ولی متاسفانه بعد از چند روز فرزندی من گذشتم از دنیا و خیلی برای من چون زیاد انتظار فرزند بودم این برای من خیلی سنگین دردی سنگین بود تحملش خیلی مشکل بود وقتی که این گریه و ناله و زیقی مرا خوشنامه نمیدید و باز با همون شوهرم با پسرش بگفت که همسرت میبری قطعی تو میبری روسیه میبری همونجا زندگی کنید فاکوینش رفت باز شما باید با یک فرزنددار شوید گفته خلاصه مرا دویم باره روان کردن با وای آمدیم مسکو روسیه رفتیم و در روسیه دویم باره با همون مشکلی که پیشتر بود ما دچار شدیم الکی باید دخترچه من عزیزه باید صنف 2 میرفت ولی با سبب مهاجرت و ندانستن زبان روسی و از تعلیم از همون همسالونش خفا موند و در اونجا دوباره او را قبول نکردند چون که زبان روسی را نمیدونست و همین طور یعنی که دخترچه من از همسالونش خفا موند 2 سال خفا موند و عیناً همین قسمتی من رو یک همسویم که اونم 2 فرزند داشت و 2 تا پسر داشت و او پسرانش 10 ساله 12 ساله بودند وقتی که اونا هم بر مسکو می روند اونجا میگن که زبان روسی را نمیدونه قبول نمیکنیم حجتشون را قبول نمیکنن و زن و شوهر کار میکردن و باید که فرزندشون باغچه میموندن به خاطر که اونا زبان نمیدونستن و زن نتوانست دیگه کار بروید و پدر مادر نداشت و گفت که اگر به خوشتامنم روان کنم خوشتامنم پیر است پیران سال است و نمیتواند که پسرای مرا عهده کنه نگاهبین کنه چون که پسرای وی خیلی شوخ بودن و گوش هم نمیکردن در اکثر حالت و به همین خاطر چندین مرتبه از چندین نفر خش تبارشون هم حتی کمک خواست گفت که همین فرزندای مرا اگر نگاه کنید من هر ماه پولش میفرستم و همین خیل دیگر اونم همین مشکلی را به همین مشکلی دچار شد عیناً مثل مشکلی ما 10 عائله دیگر این مشکلی را دارند که به خاطر ندانستن زبان فرزندان اونا از تعلیم از همسالانشان خفا میمونند. قصه را شنیدیم واقعا مؤثر بود و برای لیلا 2 راه وجود دارد یا او باید خوب در خانه بنشیند فرزندش تربیه کند مهاجر نشود یا اونی که به مهاجرت رود و اینچنین فرزندش هم با خود برد. قصه خیلی خاص است برای زنهایی که به فدراسیون روسیه سفر میکنند
یکمش که لایلو پیش از رفتن باید فکر میکرد که با کدام مقصد رفته ایستاده است به فدراسیون روسیه، با مقصد کار یا با مقصد خبرگیری شوهرش. برای اینکه در کورتی میگه چی مهاجرت و باید ثبت کند کدام مقصد کتی روسیه برش. اگر که بیاد و بعد اونجا فکر کند و گوید که نما کار میکنم او باید سرحد بار دیگر انتقال دهد. مسئله دیگر مسئله کودک. مسئله کودک اگر که همین زن و مهاجرت رفتنی باشد باید پیشکی فکر کند که در کجا زندگی میکند، شوهرش کتی، کودک چه حال به می شود. برای همین هم اگر نیتی گویم که کار کردن که رفته باشد اگرچه و پیش از همه باید فکر میکرد که کودکش رو کجا جابجا میکند. اگر گویم که در مکتب یا که در گویم کودکستان و جو کردنی باشن و پیشکی باید همون شوهرش مصلحت میکرد که کجا اینا جو میکند، کدام کودکستان. و بعد کاری خودی مهاجری مهنتی مو با کاری خودی کودکستان موافق است یا نیست؟ ببینید سوال فهمو است. ما گفته ایستادیم که خب همین چی باید کند؟ اینجا در دو راه مانده است. این باید دیگر باره میخواهد که بر روسیه، خب بر روسیه رود یا کودکش تربیه کند. نه، این در این حالت ها در بسیار موارد ها که ما سر و کار داریم این مسئله که بسیار کودکان رو باید با خش توربی بیاشماند و رود کار کند. اگر که نیت کودکش رو گرفته آوردن باشد یعنی که باید در همین تاجیکستان با یگان میگویم بسیار از کودکستان روسی بسیار هست، مکتب های روسی بسیار هست، باید آماده کند کودکش رو برای اونجا و کرم. خیلی کودک میره زبان روسیه نمیدوند کجا کودکستان به میستد، کجا مکتب به میستد و معلم وقتی گویم و زبان روسی یاد دادن ندارد. اونجا کودکایی که میرن که همش زبان روسی رو خوب میدونن. بله، من شما رو فهمیدم. یعنی رود و در برابر اونه که میگفته که تحصیل کنه این چنین گفته که رود یا با یگم نفر دیگر ماند. همینطور با خیش تبار نزدیک باید ماند تا که وای آماده کنند برای تحصیل نمودار یا در کودکستان یا در مکتب میانه. اگر که روسیه نداند و یگونجا قبول نمیکنن. خب تشکر میکنم نرگسه. همین با نگاه بینی دیگر نفر موندن کودکی خیلی خردسرا این تاثیری بد نداره؟ هر خیل هست وابسته تا چه اندازه همون آدمی خیش تبارشون نزدیک و کودک با او باوری میکند. اینجا چیزی که ما دیده گذاشتیم من از یک طرف نگاه کرده چی فکر رو سرم اومد. کلان سال برای خودشون قرار قبول کردن دیگه یگون توشون و چند قرار قبول کردگیشون جمعه عمل نپوشید و خطا بود. حاضر ما نگاه کردیم اکنون کاری شدگی شد البته و خطا بود و در مابین خودی کودک با اونها گفت که ما رو با بیبی هم فرستونید. لیکن یگون کس خودی کودک رو نمیپرسد که اوه تو چی میخوایی. همه از بجای کودک چی قرار قبول میکنن. لیکن یگون پدر و مادر حقوق کودک رو پایمال کرده نمیپرسد که همون خودی کودک میخواد همینه یا نه. چونکه گفتی ورسا که وای مو در پست همون کودک نبود و تو چی اندازه پس زدن و چقدر ترس وهیمه هیجانی که کودک حس کرد یگونتی آنها حس کرد نتونست این رو. فقط آنها از بالا با کودک نگاه میکنن. یک بار پس فرون هم روی پروی کودک نگاه کنن پرسن که تو چی حس میکنی؟ تو میخوای همینه؟ تو چی میخوای؟ همین چیز دمون نیست. همین جمعیتی ما در همین که ما کودک رو گوش نمیکنیم چیکار. برای ما کودک وقتی که کلانسال میشه و یک خودبادیش پست، مفکوره فکرونیش اونقدر درست نیست و با مشکلی ها با کسلی و هر خلا باید پیش روانشناس میکنن. خب من تشکر میکنم. و نماینده خدمات مهاجرت و چی باید کرد که در روسیه کودکان تحصیل کنند؟ چون این یکم کودک نیست. اینقدر نفرانی که من طبق اون معلوماتی که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان داده است امسال در مکتب‌های کشور که سال گذشته 240,000 طلبه مکتب بود، این سال 200,000. از این فهمیده میشد که بیشتری مهاجران با فرزندانشون به روسیه رفتن. خب چی روند است، چی طلبات است تا فرزند او تواند که در مکتب‌های روسیه تحصیل کند؟ اینجا در هست اولا
از کاملیت درباره حقوق کودک است، قانون‌ها و سندهای بین‌المللی است و همچنین قانون‌ها و سندهای مهری فدراسیون روسیه این جزء بوده است که کودکان مهاجر ما در فدراسیون روسیه تحصیل کنند و یعنی که از علم، یعنی که از سواد، از زبان برخوردار شوند. بیشتری مهاجر ما، بیشتری کودکان مهاجرین ما در فدراسیون پیش از اون که به فدراسیون سفر کردن، آنها اول باید آن زبان با کودکان خودشون زبان آموزند که در باغچه هست، در دیگر مرکز زبان آموزی رفته تحصیل کنند که زبان آموزه شوند، برای که در قانونگذاری هر دولت قبول کننده هر خیلی است. مثلا وقتی که زبان روسی رو در قانون دولت ما از خود میکند، وقتی که به اونجا رفت به یگان مشکلی دچار نمیشود، مثلا که به یگان ممنوعیت اون قانون‌های اون دولت رو از خود کند، یعنی که به هر گونه و راهو دچار نمیشه. در ادامه سوالی که قبلا به فردوس دادیم سوال شما خوب نظرتون رو بگویید که همین روندی بیشتر مهاجر شدن کودکان، بیشتر والدین مهاجر میشدن، حالا کودکان هم مهاجر شده دارن، این تاثیر نمیرساند در آینده به منتالیته اونها؟ در من با شما روزی نیستم در اون که شما نسبت کودک مهاجر میگید. کودک مهاجر نمیشد. کودک کتی مادرش میرد یا پدرش میرد و چه گویم که هم با پدرش میتوند مهاجر شدن، مادرش میتوند مهاجر، نه که کودک و گویم چخیل همین مادرش میگوید که خیز رفتیم پیش اتاق میریم. این مهاجر است. درست است که مهاجر کاری میشد، غیر کاری هجرت کردن از یک منطقه به منطقه دیگر میشد مهاجر. به این خاطر گفته است. خب کوچیش خوب نگویم کودک از اینجا با پدر و مادرش رود به روسیه، گفتم این تاثیر میرساند در آینده، گفتیم به منتالیته اونها، به پسیخولوژی خود کودک تاثیر منفی میرساند. با کدام خاطر؟ کودک زبان روسیه خوب نمیداند، میرد به این روسو میدارد و تربیه و چی تربیه شناسه یا کی شخصی که معلمش می و رو گویم یه چیز باید گرد زند یاد و یک گرد میزند کودک نمیفهمد. بچه روز گرد اطرافش میخندن از بالا. البته من روانشناس ممکن بهتر از من این مسئله بررسی کند، ولی البته به پسیخولوژی خود کودک تاثیر منفی میرساند. چخیل که مهاجر مهنتی هم ما گفته چخیل که آماده میسازیم، همین کودک هم پیش از اون که روسیه بردن و در اونجا تحصیل کردنش باید در همین تاجیکستان آماده کنیم و یادیم زبان روسیه یاد گیرد، دیگر همه مسئله. بعد اونجا مکتب روسی رود، کودکستان روسی آماده باشد که اونجا که رفت و خودش رو تنها و غریب حس نکند بین همون کودکایی که وای میکند و با پسیخولوژیش خیلی تاثیر منفی میرساند. وقتی که وای میگن که ببینید. تشکر میکنم. شما علاوه دارید فکر میکنم؟ من مسئولیت نوکی میخوام قید کرده گذارم. پیش از برای فرزند خود مسئولیت نوک بودن، اول باید پدر و مادر برای حیات خودشون مسئولیت نوک باشد. این اویدی موضوع بسیار مشکلی که در جامعه ما وجود دارد، این دوره نورسی رو نگذاشتن خودی پدر و مادر هستند. یعنی که آنها حال خودشون در درون خودشون گویا که کودک هستند. برای چی؟ من همین حاضر دیده گذاشتیم این موضوع رو، اونجا دیدید که مادر گویا که گپی مادر است. یعنی که فرزند پسر و اویلش یگون قراری خودشون رو قبول نکرده، گویا که از گفته خوشدامانش رفتار کردین. برای چی من اینجا گفته گذاشتم که کودک را پرسیدن در کار دخترچه 10 ساله حاضر زمان 10-11 علاقه دوره نورسی کودک سر میشد با وای دختر بچه. انا گفتی شما درست قید کردید که از جهت پسیخولوژی بسیار ضربه سخت است برای کودک. برای چی؟ علاقه دنیا بینیش دیگر خیلی میشد. اویلا دوری هم خیلی هستن اویلا که دخترچه میگه من شوهر نمیکنم، اگر خیلی اویلا دوری باشد من خیلی اویلا دوری در کار نیست. تو این درجه میشد، چون که پدر و مادر برای فرزند چی هستند؟ نمونه هستند و این خیلی نمونه چه نمونه اینو پدر و مادر برای فرزند، برای همین دخترک. اکنون 10 ساله شد. نرگس شما در بالا یک چیز خیلی خوب ذکر کردید که چرا کودک رو گوش نمیکنه. ولی کودک چگونه که استاد گفتن، کودک اگر گوید که من امریکا میروم
ولی اون قدرت پدر و مادر نداره. کودک میگوید که برای من شما هم بیاید در روسیه جا فراهم کنیم، من هم میخوام مثل همسایه‌مون که کودکش روسیه برده است، من هم میخوام نزد شما باشم در اونجا خوب تحصیل کنم. اما دوده استودید من دیگر چیزو در نظر داشتم. اما گپ در سر این است. اما آیا میشه که در همه مورد کودک رو گوش کرد؟ حاضر زمانه هم که کودکو دیگر خیل داروی من داروی شما کمک دیگر خیل بود. حاضر کودکو تماما دیگر خیل. حاضر کودکو هم خداوند ما میفرستند که باید ما با یاد میکنیم. برای اون چیزی که اونها میگن گوش انداختن در کار. گوش انداختن در کار که کودک من هستم خیل مثلا که وقتی که پدر و مادر داد میزنن جنگ میکنن کودک 4 ساله 5 ساله میبرد و بلند پستر گپ زنید پستر جنگ کنید اونم پستر گپ زنید آوازتون رو پست کنید اون گفته کودک امجا با اگر که اهمیت حقلا کلانسولا میگن ها این کودک راست میگه که 4 5 ساله آدمای کلانسول اخلاقشون نمیگیره که حقیقتا موضوع است که تو میتونی اورومونا همین رو همصحبت شدن موضوع حلی مشکلی یابی که کودک همین گفت همین باز دوره دیگر خیلی کودک از جهتی که وای به عقل به یگون وای این دیدن در کار نی البته این با معنی که تو چی میخوری من همون تو بگیفته میتیم گوش انداختن که وای چی میخواهد وای مشکلی کشیده است وای مثال درد کشیده است وای مثال وای کودکو میبینن که پدر و مادر اون رو گوش نمیکنن هیچ گپ نمیزنن درون میرن تماما نمیفهمی که کودک کلش به چی هم خیلی درون میرن که عذاب میکشن. فردوس خب آیا نمیتوانست به مشکلی همین لیلا سفارت دخالت کند یا کنسولگری و نمایندگی شما در شهرهای روسیه دخالت کرده نمیتوانست تا در مکتب‌های روسیه تحصیل کند؟ میتوانست بله وقتی که لیلا اگر میتوانست که همون سر وقت با نمایندگی وزارت میدان موجود و شغل اهالی جنوب در فدراسیون مراجعه کنه تا اینکه مشکلی همین لیلا رو مثلا حل کنه مشکل لیلا رو حل. ولی اون گفته است که طلبات گذاشتن که دانستن زبان روسیه است و این چگونه حل میکنه در اون راههای دیگرش هست؟ پیش از اون که لیلا با فدراسیون رفت اول باید همون کودک اکنون پیش از آنی ندارد الکی اون رفته است هست در اینجا چیکار میکنه چون راه دیگر تحصیل عقب مانده ایستاده است. بله نمایندگی وزارت ملت مهاجر و شغل اهالی در اونجا هست کدکس اولیه هر دولت هر خیلی است مثلا کدکس اولیه دولت فدراسیون است ترتیب دارد از روی همون کدکس اولیه همون قانونگذاری فدراسیون تعریف فهمونش که مثلا این ترتیب داره این خیلی قانون این خیلی باید ترتیب است این قبول است این حجت است از همون ترتیب کدکس اولیه وای میشین میفهمون با همین لیلا میفهمون که مقصد همین روی کورش همین است همین مشکلیت رو همین خیر حل کرده میشود از روی کدکس اولیه قانونگذاری فدراسیون روسیه این مشکل همین لیلا رو همین تا نمایندگی حل کرده میتونه. خب استاد سهراب میخوام که به یک سوالی نوبتی ما شما پاسخ بدید. در بعضی موردها در مکتب‌های روسیه این حالت میشد که فرزندان مهاجران ما قبول کرده میشود اونا تحصیل هم میکنند ولی خب همین گونه بحث های سر میزند هر گونه چگونه که لقب مانی یا هر حالت های دیگر می شود که تا به جنجال ها میان یک مهاجر بچه تاجیک و مهاجری یا خودی صاحب وطن ها روس ها می شود و به این باعثی خوب جنجال ها می شود حتی باعثی بحث ها هم می شود. خب به این حالت ها دچار شده نماینده شما یا خب معلومات هم داره در همین مورد؟ درست یکی از پرابلم باید حل شونده بشود لیکن در بسیار حالت ها ما گویم زن ها هم روی میکنیم زن هایی که بسیارش اکثریتش از شوهرش جدا شدگی زن ها یاشان کودک دارند و البته ما یکی از طلبات کارفرمان که زن به فرزند بیاید یعنی که فرزندش میماند میرود همونجا فعالیت میکند خیش تورش در میماند مبلغ روان میکند برای مبین فرزندش خورد خوراکش در حالتی که گویم شما گفتند که مکتب رفت نسبتش یکون اگر که لقب ماندن یا ایشون که پس زدن این حالت به فقط تنها میتوند یا معلمه وای کند دخالت کند چون که ویم
پدر و مادری و هم دیگه کس و پدر و مادر ویم کودکی توجیک رفته که توی جنجال کردن نمیگیستد که باید در دایره مکتب حل و فصل خود رو یاد. بله تشکر میکنم. و یکی از مسئله هایی که بیشتر باعث نگرانی جامعه شده است همون بعضا کودک های دشوار تربیه که میگن اصلا یکی از سبب هایش دور ماندن از تربیه پدر و مادران. مثلا پدر و مادران مهاجر میشوند و کودکانشون که در تاجیکستان بدون تربیه این والدین میمونن، همینا باعث همین افراد میشن در بعضا موارد، نه همیشه. خوب از جهت روانی خود دور بودن پدر و مادر از کودکان، خوب علم روانشناسی چی میگه در همین مورد؟ نظرتون بگید در همین مورد. بسیار من میخوام قید کنم که با کی بسیارتر کودک مناسبت نزدیک دارد. بعضا هم خیلی هست که پدر و مادر که اونقدر نقص نیست، بابا بی باباش نقص. برای وقتی که ما پدر و مادر رو در نظر داریم ما نمیدونیم پدر و مادر چه خیلی. من با این سوال شما یک جمله کتی جواب داده نمیتونم. لیکن اگر عمومی کده گپ زنیم، البته پدر و مادر مدلی و نمونه پدر و مادر فقط در فرزند باید باشد. لیکن چیزی که ما دیده برو اومدیم و شما میخواهید که مصلحتیم، روانشناسان مصلحت نمیتیم. ما میخوایم که آدم خودش قراری خودش رو قبول کند و با وقتی قرار قبول کردن ما باید پیش از همه گردی بهبودی فایده کودک دیده بریم. که میگن ребенок центрированный подход. یعنی همه چیز باید اویدی بهبودی، سلامتی، اجازه سلامتی روانی، جسمانی این رو دیده بریم. خب تشکر میکنم. و در همین زمینه خب با لیلا بانو مصلحتتون چی میشود؟ آیا کودکش ماند با پدر و مادرش و یا خسور خوشتومانش رود یا نکی ایستد؟ چون سوال قبلی بعد از اون که این پاسخ گفتید میخوام که پاسخ گید. من انیق گفتن نمیخوام برات یا بیارد، فقط یک چیز رو حقیقتا مصلحت داده میتونم که اگر وایو پدر و مادر مسئولیت نو خودشون رو گیرن، باید شینانو نشسته یک جای مصلحت کرده دیده گذارن که نسبت کودک دیده بینن که همین نسبت کودک چی بهترین است. یک بار دیگر میگم از کودکم پرسیدن لازم است که برای تو چی بهترین میشود، چون که اگر حاضر وایو برای سفر کنن البته با ممکن کمش با یک سال در کور که و یک اونجا مثال زبان روسیه یاد گیرد و بعد یک اونجا مثال با یک سال دیگه 11 سال. مشکل در این است که خوشتومانش گفته شما 4 سال که مهاجرت بود شوهرت تو فرزنددار نشدی. وقتی این هم که مهاجرت رفت بعد فرزنددار شد. یکی از مشکل دیگرشون این فرزنددار نشدن هم بوده است. خیلی هست، خیلی بگیم وای شده سومیلادور شده زنش خیلی گرد پیش اوچهش روان کند، همونجا تاجیکستان با تولد کند نگوبی کند و کودک مایده شیرخود و خودی موجود مهنتی میگه که ما 15 کس در یک خانه زندگی میکنیم. اگر گویم که بین همه خطر آدم و کودک نگو کنه میتوند؟ البته نمیتوند. گرد نباشد یک خانه علایده گرد که برای وای خیلی گران میشد. خانه علایده گرفتن و زنش در اینجا وای کردن. لیکن اینجا نقشه‌بندی اویلادوری هست. اگر که حوض خریدشون نباشد، اگر که مثل امکانیتشون نباشد، چی در کور فرزندی دویم رو تولد کردن. این رای فکری شخصی من است. خب نه درست است، ولی خب اکل اینجا در نقشه‌بندی کردن. یک فرزند دارن گفتی این کس اگر که مبلغ وایشون جمع کرده مثل تینچ باشن و بعد یک جای شوند نزنی. خب این فرد از واقعا وابستگی ندارد فرزند. نقشه‌بندی هست وزیر. نقشه‌بندی حاضر مو میدیسینا پیش رفتگی مو حاضر اتگی کفر اومدگی نه حاضر همه کجا گینیکولوژی روه همین چیزا پیشنهاد میکنن که نقشه‌بندی کنید تو امکانیتتون نباشد اگر کودکی زیاد رو چی در کور تولد کرده. در جامعه سنتی ما همین یک روندی است که همین باید فرزند داشته باشد، حتما چند فرزند داشته باشد. مسئله ما این است که خوبتر می شود که لیلا بانو همو کودک خود را به خویشاوند نزدیک گذارد و خودش رفته کار کند. وقتی که کودک با همراه خود میبرد بسیار مشکل حقیقتی دچار می شود. سهراب اگر همسرش لیلا بانو نرود چی؟
خیلی نرود و یک بار دیگر گفتیم که وضعیت مالیوی خودش لیلا و شوهرش وابسته است. آیا چی فکر دارن در آینده؟ اگر که فکر دارن که یگان خانه سازن در این تاجیکستان یا یگان کاری دیگر باشن پول جمع کنن، خیلی لیلا رود یا شوهرش را کار کند صاحب پول و وش شود. من این خیلی اویلای خیلی بسیار روی میکنم که زن و شوهر میرد کودکشون دست یا بیشون یا اپاشون یا دیگر این خیلی حالت ما بسیار است. ما در خود یک شرکت روسیه قریب 400 زیاده 400 نفر کار میکند، اما بینش من که یک 15% زن شوهر باشد کار کرده استودیا کودکشون در تاجیکستان مبلغ روان میکند، سر و لباسش میگیرد کشتورش میپوشاند. خود معاصر 21 با هر روز تلفن میکند که ها بچه‌م چه خیلی سوزی اینجا اون کامبودی نه خیلی زیق میشد کودک. البته حالا میدونید نریسپانو این دو نفر گفتن که کودک بگذار مانن و روند به مهاجرت. حالا شما گفته در بالا که نه موقع کودک بفهمن و کودک هیچ وقت روزی نمی شود که پدر مادرش رود و خودش ماند. خب در همین جا چون لیلا بانو هم علاج ندارد، اینجا حقوق او پایمال میشه وقتی نظرش نشنوند. ما اینجا از نقطه نظری درخواست ما دیدن و برآمدن. البته مهر و محبت از طرف پدر و مادر، حرمت و احترام این بسیار سطحی بلند رو مشغول می‌کند. لیکن اگر گوش نباشد آدم، اگر جای زیست نداشته باشد، جای خوب نداشته باشد، لباس نداشته باشد، اینجا ما چیکار میکنیم؟ ترازو برکش میکنیم و البته پیش از همه خوراندن و پوشاندن و با جای خوب تامین کردن کودک یکم درجه است. برام به فکر من از نقطه نظر یعنی اگر این همش باشد، اگر بعد علاقه ما دیگر سطح میبرویم، این سطحی مهر و محبتی که پدر و مادر با فرزند دادنش لازم، چون که از روی قاعده یک روز با 4 بار 8 بار باید کودک را با آغوش گرفته من تو رو دوست می‌دارم گفته که در پای ما نیست در جمعیت ما نیست. این چیز دیفیسیت است، نمیرسد و در آینده همه ما همینجا شدگی آدم ها همه ما با همین ضربه روانی دوره کودکی تمام میشویم. بعد نزد روانشناس میرویم یا هر کسل قند، رگ و فشار بلندی خون گرفتار میشیم. این بسیارش همین این پسویندوی اون چیزی که ما داریم و این رو در نظر داشتن در کار که همین کودک در آینده ممکن است خودباوری پس شود، خودبهادیش پس می شود، خودش رو در جمعیت بسیار پس حساب می کند. ترس، وحیمه، علم، غضب، این اون احساساتی که ما رو از درون چکار میکنن، زهرآلود میکنن. خب تشکر. یک اندیشه هست بعضا از صحبت هایی که با بعضی از کارشناسای دیگر میکنیم، میگن که وظیفه خورانیدن و پوشانیدن فرزند و همسر این همین شوهر است. او خودش اکنون این یک اندیشه است، حالا میخوام که نظر شما را بعدا بفهمم. او وظیفه دار است که همه شرایط مهیا کند و وظیفه مادرش هنوز تربیت فرزند در کشور است. خب نظر شما چی از در همین اندیشه که بعضا نه منتالیتی عموما توجیکوی مردمی به مسلمان است، اون چیزی که شما بگید. لیکن قانون مسئولیت پدر و مادر برابر تقسیم کردگی است. چه خوراندن فرزند از جانب پدر، چه خوراندن از جانب مادر یک خیلی است. یگان خیلی قانون نگفته است که تو پدر باید زنت خانه شیند، تو خورانی پوشانی دیگر کودک نگاه کنیم کودکش. این خیلی چیز گپ نیست در قانون. یک چیز قید کردیم که وقتی که پدر مادر کودک رو پیش از اینکه به روسیه میبرند، اول اونها کودک رو اول اون تیار کنن مثال در باغچه مونن، در زبان در مکتب‌های روسی زبان اصلی کردن کودک. بعدا اونها میتونن کودک رو همراه خود به روسیه برده در مکتب‌های روسیه مونده تحصیل داره دومده. این چیز مهر محبتی بله این چیز هست، ولی وابسته به اندیشه دیگر گفته ایستادیم که چگونه که شما گفته. حالا اگر که این رود پیش شوهرش، چگونه که خودتون در بالا ذکر کردید که در یک خانه 15 نفر میستن.
خب این چی خیلی با کودکش میره در اون 15 نفره که در یک خانه چه مثل شاید در می استودیو 15 نفر چگونه زندگی میکنن. به این خاطر این اندیشه که اینا دارن موافق تر نیست. و برای من گفتم که انا دخترچش 10 سال باشد و همه حساب کنی که دختری یکون ممکن 3-4 سال پس با بلاغت میرسه. چه خیلی و بین همقدر بچه های میماند که ایستادو داشت کار روست و خیلی باید هر یک پدر و مادر فکر کنه چی کار کنه چی ماند و کودک 10 ساله در حاضره حالت هم بردن بین همون بچه های کار میکرگی پرتفتن. این یک گناه هم جنایت هست. برای همین کودک باید در خانه ایستاد تربیه خیلی بیش گرفتن گیرد اینجا پدر و مادر وای چی کنن همجا ایستاد بیان یگان پول مول کار کنن من چی مقصدی دارم بعد پولشون گیرد صرف کنن. خب تشکر مرحبا شما. من زیدی маслиҳатчигӣ буданам барои чӣ? Чунки беҳтар аз худи ҳамон одамҳо ҳеҷ ки намедонад барои онҳо чӣ беҳтар аст. вақте ки мо як кас ба маслиҳат медиҳем мо ҷавобгарии ҳаёти ҳамон одама ба худамо мегирем ва агар мабодо маслиҳати мо кор набиёду зиндагии мо ягон бадтар шавад агар моро айбдор мекунад. охир он маслиҳат агар мо маслиҳат кунем ки вай маслиҳат ба муҳтоҷ мешавад фаҳмидед вай доим маслиҳатчия мекӯбад. ман мехоҳам ки шумо мана дуруст фаҳмед ки агар мо маслиҳат диҳем чӣ мешавад мо метавонем хато кард. агар мо маслиҳати хуб диҳем маслиҳата мо кор омад одам вобаста мешавад аз маслиҳатчиҳо доим даҳани дигар одамо ба нигоҳ мекунад. мақсади ман дар чӣ ки ҳамин падару модар масъулиятнокия ба гардан гиранд худашон калонсол шаванду ҳамин қарор қабул кунанд ки гирди беҳбудии ҳамин кӯдак бошад. тамом ҳамин ягона чизе ки ман мехоҳам то ҳамон қисса гуфтагии одама расонам ҳамин чиз аст. агар вай надонад чӣ хел ҳаст мутахассисо биёд пеши равоншинос биёд пеши ман қайтиш ҳамсоҳибат мешавам ва худаш бояд қарор қабул кунад ва ин қарор бояд барои бо мақсади беҳбудии ҳамон кӯдак бошад. пеш аз ҳама гушнаи ташна намонданаш ин албатта пеш аз ҳама баъд дигару машварат идроку ҳушёрӣ диҳад. мега бузургон гуфтан гапи ман нест. ҳамо шумо мегӯед ки на машварат надиҳем моам надиҳем инҷо машварат дигар чизу бахшиш машварат дигар чиз маслиҳат дигар. бахшиш ман гапама тамом кунам. машварат дигар маслиҳат дигар. машварат вақте ки одам мебиёд мо он каске ки машварат мегузаронем ва одам посух мегирад худаш савол мегӯяд ҳа ана мехоҳ мекунам. яъне ман намегӯям ки чап барав рост рав ё нарав. инам ҳамон чиз аст. усулан як чиз аст. машварат маслиҳат не шумо хато мекунед. одами боақл аз хатогии дигар кас хулоса мебарорад. одами беақл аз хатогии худаш. он чизе ки шумо мегӯед ки мо набояд вайда маслиҳат тем ва чи вай калаи бебахшед худаш аст. худаш хулоса мебарорад. мо гуфта истодем он чизе ки ҳаст рӯпӯш караи ҳамаша кушода истодем ки ҳамихе ҳолатҳо. он шумо мегӯед ки хай вай аз логикаи гапи шумо мебарод. фаҳмисед ме аз логикаи гапи шумо ки агар ту ин ту кунӣ ин ту мешавад агар ин хел кунӣ чӣ шед. ман агар пурсе аз ҷомеа маслиҳат ки чӣ маслиҳат мететон мана хай 4 кас 3 кас инҷа истодем мо метавонем шаҳр диҳем ҳамин ҳолата ки чӣ хел гуфта леки қарора худи он кас бояд қабул конечно қарора вай қабул мекунад. албатта ака ҳаст қонун ба фикрам ман ҳамин соҳа ба кор мекунам. ҳаст қонунҳо мо маслиҳат наметиҳем мо рекомендовать мекунем дигар чиз. мисол мебиёд мегӯяд ман развестись или жить с этим человеком. мисол мегӯяд а вы что рекомендуете? мы говорим ты сама себя должна услышать. ты должна сама не мо кӯшиш мекунем ки тарафи нағзи зиндагиша бинад. тарафи нағзи ҳамун мардака дида бурод бинад ки ҳамин хел рафтан гирад чӣ ба мебиёрад. рекомендатсияи тавсия яъне хочу буд с вами спорить. байни тавсияю байни маслиҳат ин қадар вай бисёр нест. фосилаи зиёд нест. ҳамин ҳар душ қариб гӯям як. Ну, қариб это не як. Қариб это не як. То, что касается жизни людей, это не қариб. Не, ну вы скажете. Вот вы сейчас посоветуете, она пойдет повеситься.
Не надо. Наргиз Хорошо, Бану. а если вы рекомендуете, оно тоже самое Я пойдет рекомендую повеситься. повысить самооценку. Мы работаем с самооценкой, мы работаем над осознанностью, мы работаем над стрессоустойчивостью. У нас свои подходы есть. Мы даем людям инструменты, которые они пользуются, и их качество жизни улучшается. Вот как мы Вот вы работаем. все равно это метод медонед агар инҷа мо тавсия рекомендация мегуфтагитун тариқи маслиҳат дигар чиз ои ҳама чиз як чиз маъно дорад как бы шумо ӯра тову и тараф накунед ҳамаш Я уважаю вашу точку зрения. саломат бошад акн ин хелда ҳоло мо гӯем ки агар на мо тавсия намедиҳем кордор намешавем як аз дигар гӯё ки не мо чизи дигар намешавем ин масъалаи дигар ба миён мебиёд ки бетарафӣ яъне ӯ ба ҳодисаҳои ҷомеа ба ҳодисаҳои мардум ӯ бетараф аст яъне бетарафӣ ин дар баъзан мавридҳо бешарафӣ мекунад шояд инҷа бошад ман чиро дар инҷа мебинам ман шумо бо гуфта гузаштам ман гуфтам ки падару модар шинанд бе биби бе хушдоманд бе чи падару модар ба шарте ки онҳо масъулият ба дасти худашон гиранд ва аввал худашон бинанд ки худашон кӯдак ҳастанд ё калонсол ҳоли калонсолия ба гардан гирифтагианд ё ҳолиам даҳани падару модар бибию бобо нигоҳ мекунанд ман инро дар назар дорам чунки падару модар доимӣ не бибию бобо доимӣ не онҳо барои фарзандашон бояд масъулиятнокии худашонро ҳис кунанд ва онҳо бояд қарор қабул кунанд шитаки чӣ ман фақат як чӣ гуфтам ки ҳама чӣ бояд атрофи беҳбудии кӯдак бошад тамом ҳамин қадар ман гуфтам ташаккур мекунам барои як суҳбати хеле пурмуҳтаво ва ёдрас мекунем ки барномаи муҳоҷирати бехатар дар доираи лоиҳаи муҳоҷирати бехатар ва савдои одамон роҳандозӣ карда шуд ва шумо метавонед ки ба اون سوال هایی که دارید یا میخواید در همین گونه موضوع ها سوال بدهید ما در آینده 3 برنامه مستقیم داریم که از حقوق مهاجران حقوق کودکان مهاجر و در مورد عموما حقوق مهاجرت صحبت انجام میدهیم برنامه مستقیم داریم شما میتونید که در زیر همین نوار و نوارهای دیگری که ما پخش میکنیم سوالهای خودتان رو بنویسید ما با اون سوالهای شما طریق کارشناسان پاسخ خواهیم گفت در همینجا برنامه مهاجرتی بی خطر به پایان میرسد خیر